سلام همگی، چطوری؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با Five Nights at Freddy's 3 پارت سوم. میخوایم شب پنجم رو بریم تمام کنیم، شب آخر این بازی. و این بازی یک سری مینی گیم داره که من و اسکول نتونستم همشون رو برم، فقط یکی دوتاشون رو پیدا کردیم. میتونیم بریم اگه دوست داشتین. من آقا یادم نیست شکلی بود، هنوز شروع نشده. اگه آخ هنوز شروع نشده بود. فاکسی چرا اونجا بود؟ خب تا همینجا بمون. فاکسی سر چی اومد اصلا؟ من نمیدونم فاکسی شکلی اسپان میشه. تکون خوردی؟ اوه شت. برگرد بالا. آقا یه شب دیگه مونده، این شب رو تمام کنیم تمام شده. آدیو ارور. اوه شیت. درست کن. یه امشب هم تمام کنیم تمام. رفتیم فنف 4. همینطوری اسپیدران همه فنفا رو میریم که تمام کنیم دیگه. اوه شت حواسم بتونه است. کاری هم به فریدی نداریم. این کجا اومده؟ نمیبینمش. گمت کردم. همه چیم ایرور خورد. وای تو رو خدا نپر. فریدی نپر. کاریت ندارم داش، رد شو. کاریت ندارم. اوکی رد شو. اگه بهش نگاه کنی میپره. کاریت ندارم. چاکر داداش. نمیدونم کجا رفته. وای بی خیال، من زود در اومدم. خب این بالا. اوکی همه چی اوکی. همین بالا بمون. ساعت 2. 4 ساعت دیگه. کجا رفتی؟ اینه؟ آره. تکون نخور. بیا بالا. میتونی بیای بالا؟ برو بالا. رفتی بالا؟ اومد بالا. زود باش. آدیو رو درست کن. وای رفت قلبت. بودو. دقیقه کدوم منتی؟ تو این منته ببندش. زود ببندش تا نرفته. اسکله. خیلی اسکلی. خب تا اونجایی من سریع برم داشت ایونتو درست کنم. ساعت 3 اومد بیرون. وای تو رو خدا زود باش. بودو کجا رفتی؟ کجا؟ این بالاه. برگرد سر جات. ساعت 3 چیزی نمونده تا 4. تو رو خدا ببین فرسترای میتونیم بریمش. رفت تو ونت. کجایی؟ ببندش. زود ببند. اسکل داشت بعد از این حرفا سریعتر باشی. در اومد ویدیو ایرور. وای کاش یه صدا پلی میکردم قبل از اینکه کامera رو درست کنم. باید یه صدا پلی میکردم، اشتباه کردم. زود باش. پلی آدیو ایرور. اوه شت. بهش توجه نکن. چاکر فریدی داش گلم. جیگیلی ویگیلی داره رد میشه میره اون گوشه. کجا رفتی؟ وای چیکو اومد. وای بی خیال. وای نه. اوکی الان ونتو درست میکنم. تو رو خدا برو اون گوشه. کجا اومدی؟ آدیو ایرور. چرا همه چیم داره ایرور میخوره؟ فکر کنم بالا دیدمش یه لحظه. ثانیه آخر فکر کنم اون بالا دیدمش. تو رو خدا چیزی نمونده. وای یه ساعت دیگه. فقط یه ساعت دیگه. نگو تو درمه. وای نگو تو دره. نیست. نه کجاست؟ ریبوتال. وای 5. تو رو خدا 6 و چیزی نمونده تا 6. حاجی فرسترای رفتیمشو به خدا. تو رو خدا 6 شو. نمیبینمش. ای وای یه لحظه وایسا داداش. یه لحظه همونجا که هستی وایسا. تو در نباشه. وای نگو تو در اومد. وای نگو تو در اومد. Let's fucking go. Easy. فرست ترای. اولین ترای. الان جا چیزیم؟ الان جا فاکسی هم رفتیم. الان جا کیم؟ کرنگ بیبیه. کرنگ چایلده. همون روح هست. روح همون بچه‌ایه که میتونیم همه جا بریم. میتونیم داخل در دیوار رشیم. نه اینجا پله بوده. اوکی. روح همون بچه‌ایه که ویلیام افتون یهو پرپل گای زده کشته. بعد بریم پیش افتون اصلا نمیبینم. البته ویلیام افتون از این بچه‌ها میترسه، از این روح‌ها میترسه، ازشون فراریه. خب الان باید بریم فکر کنم داخل این لباسا بریم یا بریم بالا. خفتش کرد. فهمیدم. این همین اتاق امنیتی است که این ربات‌ها نمیتونستن برن داخل، انیماتوریکا نمیتونستن برن داخل، ولی این روح‌ها میتونن بیان داخل و اینم واسه فرار کردن ازشون میومده اینجا. الان خفتش کردن. الان فکر کنم باید کاری کنیم سوار این لباسش افتان ها.
این همین بانیه است، همینه که دنبالم بود. میخنده. بد اندینگ. پشمان، این ویلیام افتونه که مرده. تا مدت این ویلیام افتون بود که دنبالم بود، همون پرپلگای اومد داخل لباسه رفت که از بچه ها در عموم باشه، داشت به اون میخندید، یهو قفلای داخلش، این تله‌های داخلش فعال شد و مرد. هولی شیت، چقدر این گیم گاده. نایتمر مود بمون داده و اکسترا چیه؟ او انیماتوریکا رو میتونم اینجا ببینم. فانتوم فاکسی، فانتوم بالون بوی، فانتوم چیکا، فانتوم فردی، یعنی فانتوم پاپت. آقا ما اندینگ بعد ماجرا رو گرفتیم، اندینگ خوبش نمیدونم یا نایتمر موده یا مثلا رب داره به اون مینی گیما. آقا این بود از این ویدیو. پایان بد رو گرفتیم. اگه شد میرم پایان خوبش میرم چه شکلیه، یا نایتمر مود باید باشه یا همون مینی گیما باید باشه. احتمالاً پایان خوبم براتون میگیرم و فنف 4 به زودی براتون میذارم، منتظرش باشین. یادتون نره اینستاگرام رو فالو کنید، هیروی با 3 تا ای. و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.